سلام، به این جلسه خیلی خوش اومدین. امروز قراره که با هم دیگه یاد بگیریم که این روش مخراجکاری ماکرو ستینگ به چه صورته و ما چجوری باید توی نرم افزار اینو طراحی بکنیم. یوتیوب هم که بزنین کلا با ویدیو اینجا براتون میاره و توضیح داده که به چه صورت مخراجکاری میشه. توی این روش از خود طلا استفاده میشه، دیگه نیازی به چنگ و اینا نیستش. از خود طلا استفاده میشه برای نگه داشتن سنگ ها. دیگه خودتون برید سرچ بکنین، خیلی اطلاعات بهتر و دقیق تری میتونید داشته باشین. خب بریم برای طراحی. ابتدا مثل همیشه رینگ ریل رو وارد میکنیم. این قسمت EU 55 اینتر. حالا باید برای اینجا یه پروفایل بزنیم. F6 پروفایل پلیسر به این صورت. پروفایلمونم شماره 2 رو انتخاب کنیم که سطحش تختره، مناسب چیدن سنگه. میایم در پرسپکتیو. خب عرضش، چون ما میخوایم سنگای 2 میلی بذاریم، 10 تا هم از دیوارها فاصله بخوایم باشه میشه 2. اینتر. ارتفاعش هم 1.5. خب اینجا اکتیویت اتو سویپ رو روشن میکنیم. اینتر. میایم در شیدر به این صورت. خب حالا از این وسط خط میخوایم، از دستور اکسترکت آیزوکر میگم از این سطح به من کرو بده. رنگش هم عوض میکنم که بهتر ببینیم. این قسمت وسط رو انتخاب میکنیم. اینتر. خب حالا توی انگشتر وقتی بخوایم که فقط قسمت بالاش باشه، باید از بالای انگشتر که میکشیم تا این قسمت وسطش یه ذره پایین تر باشه اون سنگایی که میخوایم بچینیم. این خط رو انتخاب میکنیم. دوباره کلیک وسط موس یا F6 جمان کرو چند ثانیه صبر میکنیم. از این قسمت جمزم اینجا جمان کرو هستش. مهم اینه که به این دستور برسیم دیگه، از هر روشی که خودتون راحت ترین. خب میایم در نمای فرانت. این قسمت استارت پوزیشنش رو میگیریم میام. خب ببینید اینجا الان میشه وسط انگشتر، درسته؟ یه ذره میایم پایین تر. اینجا هم دقیقا همینطور به این صورت. خب حالا نکته اولی که برای شروع مخراجکاری نیاز داریم اینه که چون این روش از خود طلا استفاده میشه، نباید سنگا اینطوری رو باشه. باید ما بیایم پلیسمنتشو از این قسمت بیاریم تا جایی که تیبل سنگ، ببینید حتی یک ذره پایین تر باشم اوکیه، در این حد اوکیه. خب و اینتر. خب این اولین نکته. خب حالا مرحله بعدی اینه که سنگا رو انتخاب میکنیم. میایم در منوی کاترز، ماکرو پران کاتر رو از این قسمت انتخاب میکنیم. خب ما میخوایم این کاترمون این پایینش این حالت گرد باشه، حالا یا 2 یا 3 که من 3 فکر میکنم مناسب تره. 3 رو انتخاب میکنیم. حالا تا کجا بیاد پایین؟ تا اینجا کاتر پوزیشن، تا این وسط پاویلیون، تا اینجا. بعد ارتفاعش هم که باید از این سطح بزنه بیرون.
خب اندازه عرضش چقدر باشه؟ اندازه عرضشم به اندازه تیبل خود سنگ باشه. قشنگ اندازه تیبل سنگه. از این قسمت هم میتونید حالا کمتر یا بیشتر اگه نیاز بود بکنید که الان دقیقاً اندازه این تیبل سنگه که مناسبه. خب اینتر رو میزنیم. مرحله بعدی میایم دوباره سنگا رو انتخاب میکنیم. در منوی کاترز دستور چنل کاتر رو انتخاب میکنیم. خب دوباره میایم برای تنظیماتش. تا کجا این چنل کاتر بیاد؟ پلیسمنتش دقیقاً به اندازه کاتر قبلی باشه تا اینجا. بعد عرضش چقدر باشه؟ عرضش هم به اندازه دوباره تیبل سنگ تا اینجا. خب ارتفاعش که گذاشتیم، عرضش هم گذاشتیم، یه چک میکنیم. خب اوکیه، اینتر. حالا میایم برای اینکه کارمون راحت تر باشه که یک جا اینا کم بشه از این سطحه، میایم دوتا کاترها رو با هم بولیان اونین میکنیم. این کاتر شیفت رو نگه میداریم با این کاتر، کامند بار مینویسیم بولیان اونین، چند ثانیه صبر میکنیم. خب انجام شد. حالا باید کاترها رو از این سطحمون کم کنیم. چیکار میکنیم؟ بولیان دیفرنس. میگم این سطح رو میخوام اینتر، اینا رو ازش کم کن اینتر. چند ثانیه صبر میکنیم. خب انجام شد. این از اینجا. این خطر نیاز نداریم دیلیت، این هم همینطور دیلیت. خب الان باید برای اینا کاتر بذاریم. جما رو انتخاب میکنیم F6 جم کاتر. خب الان باید یه ذره این کاترمون رو کوچیک‌تر از سنگمون بکنیم. نکتهش اینه. چی کار میکنیم؟ میایم این قسمت پلیسمنتش رو میاریم بالاتر، مثلا تا یه ذره بالاتر. خب بعد گریدل تیکنسش هم یه ذره میاریم بالاتر، مثلا خوبه اینقدر. بعد اینجا گریدل ایکس آفستش ببینید 105، مثلا باشه 88 خوبه. بعد ببینید کوچکتر از سنگ شد. خوبه. این قسمتشم الان مناسب این هستش که بخواد از این قسمت بزنه بیرون، ولی یه وقتایی هستش که شما نیازی ندارید که از این جای کار بزنه بیرون. من بهتون الان اینو میگم که اگه خواستید میتونید که این قسمتشو نذارین که بیاد بیرون کاترش. این لنتشو از اینجا میگیریم میارین دقیقاً تا اینجا. خب من الان میخوام اینجا بیرون بزنه، پس میکشمش میارمش تا بیرون. پس شما اگه خواستین که این قسمت یه وقتی مثلا نخواین که بزنه بیرون، تا این قسمت اینجا میتونید که این کاتر رو بیارین تا این قسمت نوک کیولت سنگ. خب اینتر. میایم در قسمت پرسپکتیو، کامند بار کلیک راست میکنیم،
بولیان دیفرنس. میگم این سطح رو میخوام اینتر، کاترا رو انتخاب میکنم ازش کم کن اینتر. چند ثانیه صبر میکنیم. خب انجام شد. حالا من سنگا رو بردارم. ببینید این قشنگ جای سنگا رو برامون خالی کردش. خب توی این مرحله ببینید این دیواره‌ای که اینجا داریم مناسب این دستوری که الان میخوام بهتون بگم هستش، ولی اگه این دیواره از این کمتر بود، من بیام مثلا توی دایمنشن الاین رو بزنم مثلا از اینجا تا اینجا، ببینید الان قشنگ 1 میلیمتر رو مثلا حالا 1 و 1 هست. پس مناسب این مرحله که الان بهتون میخوام بگم هستش، ولی اگه از این کمتر بود خودتون دیگه چشمی هم متوجه میشید این مرحله که الان دارم بهتون میگم و انجام ندین، چون دیگه خیلی باریک میشه این قسمت ها. خب چه کار میکنیم؟ میایم سنگا رو انتخاب میکنیم، F6 ماکرو پرایم کاتر رو انتخاب میکنیم. خب الان باید بیایم کاترا رو در این قسمت داینامیک کامنتس بذاریم این بیتوین جیمز، اینو روشن کنیم که قرارشون بدیم وسط این سنگا به این صورت. بعد این حالت این مدل کاتره باید عوض بشه که یه ذره حالت تیزتر داشته باشه. میایم توی این قسمت اینو خودم وارد برنامه کردیم، میتونم الان بهتون من آموزششو میدم که خودتون این کاتره رو وارد کنید، چون ببینید کاترهایی که اینجا هستش مناسب نیستش. پس بذارید من اول بهتون بگم. اینو کلا هایدش میکنم. میایم در قسمت تاپ از منوی کر اسمارت کر رو انتخاب میکنیم، سیمتریش کلوز آن، سیمتریش هم حالت ورتیکال میذاریم، F10 و به این حالت. اینتر. بعد اینو انتخاب میکنیم، F10 رو میزنیم، بذاره بیاد پایین تر، اینم جمع تر، اینم حتی یه ذره جمع تر. خب حالا این کرومون رو که خودمون طراحی کردیم و انتخاب میکنیم، میایم این قسمت توی منوی کرو قسمت اد پروفایل تو لایبرری رو میزنیم. لایبرری اینجا نمیشه بیل، این انتخاب میکنیم چون ما میخوایم کاتر باشه دیگه. پس میایم اینجا کاتر رو انتخاب میکنیم، کاتر و اینتر. خب حالا میگه که اسم اینو چی میخوای بذاری؟ بذارم کاتر مثلا 11 و سیف شد. خب حالا میایم تو پرسپکتیو، جمعمون رو انتخاب میکنیم، رنگا رو انتخاب میکنیم، F6 ماکرو پرایم کاتر رو انتخاب میکنیم. خب الان این کاترهایی که داریم میخوام بیاد که این دیواره رو برش بده. پس میایم تو قسمت داینامیک کامنتس، اینجا میایم پایین، این قسمت بیتوین جیمز رو روشن میکنیم، میذارتش این وسط. حالا این کاتره شکلش رو ما خودمون طراحی کردیم دیگه، چون این شکلش رو نداشت. نگاه کنید کاتر 11 همونی که الان با هم دیگه ساختیم، وارد کاترش کردیم، انتخابش میکنیم و میایم در قسمت فرانت اینجا ارزش رو کمتر میکنیم،
ارتفاعشم بیشتر میکنیم که این حالت تیزی اینجاش بهتر باشه. خب کجا قرار بگیره؟ دقیقا یه ذره بیاد این تا این وسط، تا اینجا، که ببینید تو عکس هم که نگاه بکنیم میبینید الان داریم این شکافه رو انجام میدیم. خب خوبه جاش، یه بار چک میکنیم همه جاشو. بعد یک ذرم این طولشو که بزن کار بیرون و اینتر. خب میایم در کامند بار بولیان دیفرنس، این سطح رو میخوایم اینتر، اینا رو ازش کم کن اینتر. چند ثانیه صبر میکنیم و به این صورت. خیلی قشنگه این نوع مخراج کاری. نکته آخری هم که میتونم بهتون بگم اینه که در این روش مخراج کاری سنگ ها نهایتا دیگه تا 2.5 میل باید باشن که بهتر و قشنگتر بشه کار. خب اینم از این. امیدوارم از این جلسه لذت برده باشین. اگه هر طرح پیشنهادی هم دارین که دوست دارین یادش بگیرین حتما تو کامنت ها بنویسید، همون طرحی که مد نظر شما هستش رو براتون طراحی کنیم. تا جلسه های بعدی، خدا نگهدار.